سلام و درود برای بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم این ویدیو. توی این ویدیو قراره بریم سراغ معرفی ایونت جدید لونار که دیشب توی لایو معرفی شد. بچه‌ها بعد اون توی لایو دیشب درباره بخشای جدید ایونت دوتی هم صحبت کردن که به اونم میرسیم. پس حتما تا این ویدیو با من همراه باشید که به تمام بخشای نگاهی میندازیم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه که کلی بهم انرژی میده. اگه آماده این بریم سراغ این ویدیو. بچه بریم سراغ لایو. همون ابتدای کار بچه یه شات دادن که تمام بازیکنان یوتوتی دیگه رسما این هفته وارد بازی میشن. الان رونالدو یوتوتی با هالند یوتوتی با روبن دیاز یوتوتی هنوز نیومده که این هفته میان، که این شات رو الان با هم دیگه داریم میبینیم که بالاخره بچه 12 مرد یوتوتی وارد بازی میشن. این هفته دیگه رسما همه اینا توی بازی هستن. هالند و رونالدو، روبن دیاز هم این هفته میان. این از این بچه‌ها دیگه. رفتن سراغ شات بعدی که میریم سراغ شات بعدی برای ایونت توتی. شات بعدی که رفتن سراغش بچه‌ها شات آیکون های جدید بود که دارید کارت گولیت 97 میبینید. این کارت فوق العاده است. حالا به آمارش هم میرسیم بچه‌ها. یه چیزی داره این کارت که کرک و پرتون میریزه از بس. این کارت خفنه، خیلی کارت خفنیه بچه‌ها. به این استاتسش هم میرسیم که آخر لایو این استاتس ها رو نشون دادن که به استاتس های بازیکن هم یه نگاهی میندازیم. این کارت گولیت واقعا گاده بچه. گولیت، کارلوس آلبرتو، باجو، برکن و ون پرسی، اینا هم بقیه کارت هایی هستن که دارید میبینید. ون پرسی هم من آمارش رو دیدم، آمار جذابی داشت، واقعا کارت خوبی بود. حالا بریم ببینیم که در ادامه چی داشتیم. شات بعدی بچه‌ها برای ایونت خود لونار هستش که داریم میبینید کارت پلی 97، سیدورف 96، فودن 95، شپچنکو 95، آلفونسو دیویس 94، لادروف، کلایورت، آلوارز، استوپینیان، کودوس، اوریگی، سانچو، هینکاپی، انکونکو. اینم انکونکو ندیدم، این بازیکن رو ندیده بودم تا الان. لاکرا و رایمن این بازیکنایی هستش که حالا دارید میبینید برای ایونت لونار هستش. حالا دیگه اینجا چیز خاصی نداره بچه‌ها. این بود از شات هایی که به نمایش گذاشتن. دیگه میریم سراغ خود ایونت ها. اول از ایونت توتی شروع کردم بچه‌ها و یه سری توضیحات رو دادن که الان میریم سراغ ایونت توتی که نامینه پس سی هم این هفته میاد و دیگه بچه‌ها از این هفته شما میتونید کارت یوتوتیتون رو انتخاب بکنید. اما یه نکته درباره کارت یوتوتی بهتون میگم که حتما حواستون باشه. بریم که ببینیم نامینه پس سی چی داشت. چیز خاصی واقعا نداره بچه. روالش همون روالی هستش که توی پس بی او ای هم داشتیم. واقعا چیز شاخی نداره. داریم میبینید همون چیزهایی که قبلا داشتیم. شما کافیه مثلا تبلیغات رو ببینید، مثلا اون چالش پروگرس سی رو دریافت بکنید که بتونید توتی توکن بخش نامینه پس سی رو به دست بیارید بچه. دیگه واقعا اینجا چیز خاصی نداره، توضیحاتی هم نمیخوایم بدیم. اینم ریوارد هایی هستش که توی مسیر نامینه پس سی وجود داره که کارت تارمی رو یه لحظه دیدیم که اونجا حضور داشت. مایک منیان هم اینجا هستش. یک کیت فلشبک توتی 18 هم داریم بچه که داریم میبینید. بریم جلوتر. اینجا ماسکرانو رو داریم. یه ذره بریم جلوتر میرسیم به جوایز اصلی نامینه پس سی که کارت لیاو 91 به علاوه اودگارد 92 اینجا حضور داره. وارد بخش یوتوتی شدن و یه سری توضیحات رو توی بخش یوتوتی دادن. CR7 هم که قبلا بهتون گفتم بچه یار 12 یوتوتی ها شده بود که اونجا دیدیمش یه لحظه. اینجا دارید میبینید که نامینی اچیومنت سی هم وارد بازی شده و شما میتونید با تکمیل کردن این کوستایی که در اختیار شما هستش کارت ماسکرانو رو دریافت بکنید. بعد از اینکه این ماسکرانو رو گرفتیم و این نامینی اچیومنت سی رو تکمیل کردیم بچه میتونید یوتوتی ریوارد رو هم دریافت بکنید که پیشنهاد میدم بچه‌ها روزهای آخر ایونت توتی این کارت ها رو بگیرید تا ببینیم در طول ایونت توتی توی پک ها توی مسیرها به ما این بازیکن ها رو میده. اگه مثلا کارت آلیسون رو به ما داد خب طبیعتا دیگه توی بخش یوتوتی نمیریم سراغ آلیسون، میریم مثلا فریمپونگ رو میگیریم. پیشنهادی که خودم میدم بهتون بهتر که تا روزهای آخر ایونت توتی صبر کنید، بعد یک کدوم از این یوتوتی ها رو انتخاب بکنید برای تیمتون. این نکته بود که میخواستم بهش برسم. بریم سراغ بخشای بعدی و ببینیم دیگه چی گفتن. اینجا هم کارتای نامینیز سی رو دارید میبینید. هالند 95، روبن دیاز 95، سون 93، مارتینز 94، صلاح 94، گریزمان رو داریم، سالیبا رو داریم و بقیه کارتایی که اینجا توی تصویر دارید میبینید. اینجا دیگه توی بخش ایونت توتی چیز خاصی واقعا نداره.
چیزی هم نگفتن. اوبلاک هم داریم، لو هم داریم بچه‌ها، کوبل 90 هم داریم حتی. حالا بریم سراغ ایونت لونار، ایونت جدیدی که فرداست پنجشنبه ساعت 4:30 وارد بازی میشه. بریم ببینیم که این ایونت به چه شکلی هست. چیز خاصی واقعا نداره ایونتش، من حالا دیشب دیدم، توضیحات آنچنان شاخی هم نداره، ولی خب اینجا حالا بهش میرسیم و با بخشایی که داره یه آشنایی پیدا میکنیم. اینجا بچه یه چیزایی داریم تحت عنوان دیلی رد انولوپ که این بخشا به شما یه سری پوینت ها رو میده که تحت عنوان لونار پوینت هستن و شما با استفاده از این پوینت ها میتونید یه سری جوایز رو دریافت بکنید توی بخش LNY گیفت که اون بالا دارید میبینید. این بخش منظورمه که حالا بهش میرسیم. این نیو ایر ایون بچه‌ها به شما یه سری همین پوینت ها رو میده، این جوایزایی که دارید میبینید همینجور. و اینجا ولنتاینز رد انولوپ هم بچه‌ها به شما همین پوینت رو میده، داریم میبینید که لونار پوینت اینجا داریم و این ولنتاین هم 6 روز یعنی هفته آینده این بخش ولنتاین باز میشه که به شما 2 تا استاندارد پک میده. یه ذره جلوتر که بریم بچه یه چیزی داریم تحت عنوان دیلی کوست که این کوست رو شما تکمیل میکنید به شما علاوه بر لونار پوینت بچه کردیت های استار پس این ایونت رو میده که شما میتونید با استفاده از این کردیت ها استار پس رو تکمیل بکنید. به علاوه اون بچه به شما اف سی پوینت هم میده که توضیح اضافه‌ای درباره این بخش نداد انتوان و گفت که واسه خود ایونت میذاریم، ولی خب داریم میبینید که اف سی پوینت هم داریم که حالا فردا خود ایونت بیاد به صورت کامل دیگه مشخص میشه داستانش چه. اینجا هم یه بخشی داریم تحت عنوان LNY FP بانک که توی این بخش چی گفته که آقا این کوست رو تکمیل بکنید، این مقدار به 600 که رسید میتونید یه سری FC پوینت دریافت بکنید. اینجا داریم میبینید که گفته کوست رو تکمیل بکنید و این بخش رو پر بکنید تا بتونید در انتها FC پوینت رو به دست بیارید که حالا خود ایونت بیاد توضیحات رو بهتون میدم بچه. دیگه توی این بخش چیزی نداره. بریم جلوتر، بریم سراغ بخش بعدی که بخش دراگون ترایل هستش. اینجا هم چیز شاخی نداره، یه سری اسکیل گیم و مچ ها رو داریم که اینا رو انجام بدیم بچه. در ادامه این مسیر شما میتونید با تکمیل کردن این بخشایی که داریم میبینید برسیم به بخش، یه ذره بریم جلوتر، بخش دراگون ترایل ریواردز که شما میتونید با استفاده از تکمیل کردن اون بخشای قبلی این جوایز رو دریافت بکنید. حالا ایموت داریم، کیت منسیتی رو داریم، به علاوه استاندارد پک اگه اشتباه نگفتم که چیز شاخی نیست بچه. دیگه این توضیحات رو میذاریم واسه خود ایونت، دیگه چیزی هم نداره که حالا بخوایم توضیح خاصی دربارش بدیم. بریم سراغ بخش بعدی که لونار گیفت هستش. میرسیم به بخش لونار گیفت که شما با استفاده از اون لونار پوینت هایی که به دست میارید میتونید بخش دراگون لانترن رو تکمیل بکنید که داریم میبینید مثلا این اولیه 40 تا میخواد لونار پوینت، دومی 60 تا میخواد، اون کارت دودک 90 تا میخواد. یه ذره بریم جلوتر داریم میبینید که مثلا به ما جم میده، کوین میده، بازیکن 90 تا 97 همین ایونت رو به ما میده. مثلا این کوینه بچه داریم میبینید گفته که اگه بخواید این رو به دست بیارین باید یا 200 تا اف سی پوینت بدین یا 2000 تا جم. اون اف سی پوینت هایی که از بخش مین به دست میارین بچه اینجا کاربرد داره. حالا اگه جم هم داره که میتونید جم بزنید و این جوایز رو تکمیل بکنید و این مسیر رو ببرید جلو که داریم میبینید بازم یه 90 تا 97 داریم که این بخشش فری هستش و به ماسکرانه که برسیم بچه بازم از شما یا اف سی پوینت میخواد یا جم که اگه اف سی پوینت داری باید 400 تا اف سی پوینت بدین و این ماسکرانو رو دریافت بکنید. اگه جم هم داری خب 4000 تا جم میدی و ماسکرانو رو میگیرید. بقیه مسیرها هم داریم میبینید چیز خاصی نداره، فری هم بچه. این دو تایی که داریم میبینید فری هستن. یه چیزی تحت عنوان لونار تیکت هم داریم که این تیکت ها کجا به درد ما میخوره. این تیکت ها اینا هستن بچه، اینا به کجا به درد ما میخوره در ادامه بهش میرسیم. توی بخش لونار گیفت یه بخشی داریم تحت عنوان لونار گیفت استور که با استفاده از لونار پوینت ها میتونید این جوایز رو دریافت بکنید که تیکت ها رو داریم، ماسکرانو، دودک، استاندارد پک ها و یک کیت هم داریم که حالا مشخص نیست دقیقاً چه کیتی هستش. هر کدوم از این جوایز رو خواستید میتونید دریافت بکنید. این لونار پکه که داریم میبینید 3 بار در طول هفته میتونید ازش استفاده بکنید که 20 تا به ازای هر بار میخواد. بعدی فکر کنم استاندارد پک بود اگه اشتباه نگفتم، اگه برم سراغش. نه اینم لون، آره استاندارد پک
بعدی کارت ماسکرانا رو هم دارید میبینید که یه بار میتونید دریافت کنید در طول هفته و 150 تا لونار پوینت میخواد. اون تیکت هایی که من میگفتم بچه اینه که البته توکنه، تیکت نیست. این توکن رو شما میتونید دریافت بکنید، به ازای هر بار هم 100 تا لونار پوینت میخواد که مجموعاً شما در طول هفته یه بار بیشتر نمیتونید از این بخش استفاده بکنید. این از این. دیگه بریم جلوتر که یه اکسچنج هم داریم که با استفاده از لونار پوینت ها بچه توی این بخش میتونیم کوین به دست بیاریم که به ازای هر یه دونه لونار پوینت 5000 تا جم به شما میده که اصلا به صرفه نیست، یعنی اکسچنج به در نخوره. یه ذره بیام جلوتر بچه با استفاده از اون زودیاک توکن هایی که داریم میتونیم این باکس ها رو بزنیم که توی این باکس ها بچه این بازیکن ها هستش. هر کدوم از این بازیکن ها رو دریافت بکنی بچه دیگه توی پک بعدی همون بازیکن رو به شما نمیده، یعنی اون بازیکنی که دریافت کردید از این پک خارج میشه و شما میتونید تمام بازیکن رو بگیرید اگه که اون زودیاک توکن رو به اندازه کافی داشته باشه، چیزی که خودشون به این موضوع اشاره کردن. و این بخش هم چیز خاصی نداره بچه‌ها، اونایی که از سیزن های پیش بازی کردن با این بخش ها آشنایی دارن که با استفاده از اون توکن شما میتونید این بخش رو بزنید و این جوایز رو دریافت بکنید که کارت فودن بزرگترین و بهترین کارتی هستش که توی این بخش حضور داره. این از بخش زودیاک باکس. بریم سراغ بخش پس ایونت لونار که داریم با هم دیگه بخش پسش رو میبینیم. خب دیگه واقعا بخش پس چیزی برای گفتن نداره، همون کردیت ها رو باید شما دریافت بکنید تا این پس رو تکمیل بکنید که کارتی هم که توی پس هستش کارت آلفونسو دیویس 94 همین ایونت هستش. آمار کارت دیویس رو داریم میبینیم، پیس خیلی خوبی داره، شوتینگش به عنوان یک دفاع چپ خیلی خوبه خدایی، ویک 4 داره، اسکیل 4 داره، پاسینگش خیلی خوبه، آمارش واقعا جذابه بچه، واقعا آمار خیلی خفنی داره. پیسش هم که نگم براتون خیلی خوبه. مثل هر ایونتی بچه‌ها این ایونت لونار کوست خودش رو داره که از این بخش گذر میکنیم، توی ویدیو بهتون توضیح میدم این بخش داستانی چیه که واقعا چیز عجیب و غریبی هم نیست، قبلا بارها مشابهش رو دیدیم. بریم ببینیم که در ادامه چی داشتیم. بعد اومدن سراغ این بازیکن‌ها بچه‌ها که گفتن این بازیکنایی که توی تصویر داریم میبینید قراره به اکسچنج اضافه بشن که این بازیکن‌ها بچه‌ها بازیکنای برتر و بازیکنای ماه هر لیگ هستن که برای سری آ داریم این پولیسیچ، برای لیگ برتر انگلیس داریم این سولانکه، حالا دوویک رو قبلا داشتیم، روتس هم برای بوندسلیگا و اوبامیانگ هم برای لو شامپیونه هستش که گفتن اینا قراره وارد اکسچنج بشن به زودی. بریم ببینیم در ادامه دیگه چی داشتیم. بعد از اینکه توضیحاتشون تموم شد اومدن سراغ استاتس بازیکن ها که الان بریم سراغ استاتس بازیکن ها که اولین کارتی که با هم دیگه داریم میبینیم کارت فودن 95 بود اگه اشتباه نگفتم. آره داریم میبینیم آمارش واقعا آمار خوبی هستش، فینیشینگ خیلی خوبی داره، اسپرینت اسپید قابل قبولی داره، اسکیل موو 4 داره، ویک 4 داره، واقعا کارت جذابی بچه‌ها، خیلی کارت خوبی اما استرنج نداره. داریم میبینیم قدرت بدنی آنچنان خفن، اصلا قدرت بدنیش خیلی داغونه، واقعا داغونه. کارت بعدی بلاویچ 95 که اصلا بچه‌ها باهاش حال نکردم، ویک 3 داره، اسکیل 3 داره، هرچند حالا شوتینگ و مثلا پیس نسبتا خوبی داره ولی خب ویک 3 و اسکیل 3 برای یه مهاجم واقعا جالب نیست. بریم و ورک ریتش هم داریم میدیمه بچه‌ها، کلا هم دفش هم اتکش، حالا دفش که حالا اهمیتی نداره ولی خب اتکش باید های بود که های نیست، برام عجیبه. بریم ببینیم کارت بعدی کارت آلوارزه که داریم میبینید آمارش واقعا آمار خوبیه، فیزیکال حتی نسبتا خوبی داره با اینکه جسه خیلی بزرگ، جسه خیلی گنده ای نداره ولی خب فیزیکال قابل قبولی داره، اگریژنش خیلی خوبه، استرنجش هم حالا میشه گفت نه داغونه نه خوبه بچه‌ها، برای این جسه ای که داره خوبه، جامپینگش هم خوبه ولی خب پیس نسبتا خوبی داره، فینیشینگ خیلی خوبی داره، آمارش واقعا جذابه، ورک ریتش هم های های. کارت بعدی کلوسترمنه که سی بی پستش و آماری که داره واقعا آمار جذابی هستش، قد بلندی داره بچه‌ها، قد نسبتا بلندی داره، تقریبا 1.90 قدشه، پیس خیلی خوبی داره، دفندینگ و فیزیکال خوبی هم داره این کارت کلوسترمن که اوورش هم 93 هستش. کارتای بعدی که بوسکت واقعا کارت جالبی نیست، داریم این پیسش خیلی داغونه، ویکش هم 3، اسکیلش هم 3، اصلا کارت جالبی نیست کارت بوسکت. کارت بعدی آچربی که حالا از این کارت بچه گذر میکنیم، بریم سراغ کارت اصلی که کارت های توتی هستش. حالا بریم سراغ کارت های آیکون جدیدی که بچه توی ایونت لونار و ایونت توتی اومدن. بریم ببینیم این کارت ها چه
آماری دارن کارت گولیتو داره میبینید پشماتون میریزه از این آمار. خدا وکیلی این چیه؟ حالا این نکته عجیبش این نیست بچه، حالا بهتون میگم نکته عجیبش چیه. ببینید پیس 97، شوتینگ 93، پاسینگ 98، دریبلینگ 93، دفندینگ 87، فیزیکال واقعا یه کارت گولاخیه. ویکش بچه 5، اسکیل 4 داره فکر کنم. آره اسکیلش هم 4، استامینا تا خرخره. خیلی کارتش خوبه آجی، خیلی کارتش خوبه، اصلا وحشتناک خوبه این کارت، فوق‌العاده است، فوق‌العاده. تریتاشو ببینید، پاور هدر داره، اسپید دریبلر داره، سالید پلیر داره، پلی میکر داره و ورک ریتش هم ببینید بچه، هم توی حمله های هم توی دفاع های بچه فوق‌العاده است، اصلا یه کارت وحشتناکیه این بچه. بعد رفتن این کارت رو رنگ دادن بچه ها. الان کارت رنگ دارشو ببینیم. یه نکته عجیبی اینجا وجود داره که میخوام بهتون بگم. الان یه لحظه ببینید اینجا اسکیل پوینت رو بهش میده و یه نکته عجیبی رو اینجا ما میبینیم. خب فقط کافیه که یه ذره بریم جلوتر ببینیم کی اسکیل پوینت. آره اینجا رو ببینید، اینجا رو ببینید بچه ها، اسکیل پوینت رو مکس کرد. خب ببینید توی چه پستایی میتونه بازی بکنه. تقریبا همه جای زمین بچه این بازیکن میتونه بازی بکنه. این گولیته سی بی میتونه بازی بکنه، سی دی ام میتونه بازی بکنه، سی اف هم میتونه بازی بکنه. یعنی شما هر جای زمین دوست داری میتونی این کارت رو بازی بدی. اگه آقا دفاع نداری میتونی بذاری دفاع، اگه سی دی ام نداری میتونی بذاری سی دی ام، اگه که سی اف نداری یه سنتر فوروارد نداری هم میتونی بذاری سی اف. فوق‌العاده است، یعنی یه بازیکن به تمام معنا که میگن، یعنی همین کارت گولیت 97 توتی. فوق‌العاده است این کارت بچه، اصلا عجیب غریبه. شما ببینید 4 تا آلترناتیو پوزیشن داره بچه، 4 تا، خیلی عجیبه، فوق‌العاده است. اصلا کفم برید این کارت گولیت رو دیدم. امیدوارم که نصیب همتون بشه و بتونید پکش بکنید. فوق‌العاده است، یعنی هر چی بگم فوق‌العاده است کم گفتم. این آمارش هم ببینید بچه‌ها، بعد از ترین دادنه که 30 تا ترین بهش دادن و رنکش هم تا آخر بردن، دارید میبینید که آمارش کرک و پریزونه، کرک و پریزون به معنای واقعی. خیلی کارت خوبی آجی واقعا، یعنی کارتیه که سنگ تموم میذاره واسط. بریم کارت بعدی رو ببینیم بچه. کارت پله رو داریم که آمارش هم آمار جذابی هستش، پیس خیلی خوبی داره، شوتینگ خیلی خوبی داره، ویک 4 داره بچه ها. بریم ببینیم که دیگه چی داشت کارت پله. اسکیلش هم 5 فوق‌العاده است، شوتینگ و پاسینگش هم داریم، میبینید دریبلینگش هم که عالیه، فیزیکالش هم بدک نیست بچه ها، خدایی بدک. جامپینگ 95 داره، قدش رو ببینید کوتاه، خیلی قد کوتاهی داره ولی خب ورک ریت خیلی خوبی داره، واقعا عالیه. های میدیومه که خیلی خوبه برای سی ای ام. کارت بعدی آلبرتو رو داریم، آمارش واقعا جذابه، پیس خیلی خوبی داره، دفندینگش هم خیلی خفنه. کلا این آلبرتو هم بچه همیشه جز خوبای بازی بوده. کارت بعدی سیدورف رو داریم، 90 91 97 93 83. کارتش هم آمار جذابی داره، اسکیل و ویکش هم بچه 4. کارت بعدی هم که آخرین کارت آیکان هستش، کارت ومپرسی که آمارش من خیلی دوست داشتم بچه، پیس خیلی خوبی داره، شوتینگش هم خیلی خوبه، واقعا عالیه. فیزیکالش هم که حالا میبینیم توی بخش جزئیات داریم میبینیم فیزیکال به نسبت خوبی داره، جامپینگ خیلی بالایی نداره اما شوتینگش بچه خیلی خوبه و سرعتش هم خیلی خوبه و اسکیل و ویکش هم بچه جفت 4. به نظرم خیلی کارت جذابی میتونه باشه به نسبت قیمتی که احتمالاً این کارت داشته باشه بچه. به نظرم کارت به صرفه‌ای باشه، فکر کنم قیمتش حدود 30-40 میل برسه این کارت، که اگه این قیمت ها باشه بچه به نظرم ارزش داره این کارت رو توی ترکیبتون بذارین. اگه دنبال مهاجم خوب میگردین فکر کنم کارت گادی باشه این ومپرسیه و تقریبا همه چی داره بچه براتون. قدش هم قد بلندی تقریبا هستش، داریم 1.87 قد بلندی داره که هدم میزنه واسهتون. خب برای بچه این بود از ویدیو امروز که رفتیم سراغ معرفه ایونت جدید لونار به علاوه بخش جدید ایونت توتی که جفتشون فردا پنجشنبه ساعت 4:30 صبح وارد بازی میشن که حالا بخششون بیاد توضیحات تکمیلی رو بهتون میدم. این فقط یه پیشنمایشی بود که با هم دیگه ببینیم چه اتفاقی توی لایو دیشب افتاده، دیگه توضیحی نمیمونه بچه‌ها. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. عشق من این مراقبت
خودتون خیلی 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 باشین. دوستتون دارم زیاد. یادتون نره ویدیو رو لایک بکنین که خیلی بهم انرژی میده. زنگوله رو روشن بذارین که از ویدیو جا نمونین و کامنت هم حتما برام بذارین و چنل اگه ساب ندارین دکمه سابو بکوبین. مرسی که بودین، مرسی که هستین و مرسی که میمونین شما رو. تا ویدیو بعدی بخدا بزن میسپارم. فعلا